خب این زمین خودمونه، جایی که ما توش زندگی میکنیم. همینجا همسایه های دیگه هم داریم که بریم برای دیدنشون. اینجا منظومه شمسی و فاصله زمین تا ماه به نظر خیلی دور میاد، نه؟ ولی صبر کن، خیلی خیلی دورتر از چیزی که فکر میکنیم. زمین و ماه دورترین جاهاشون حدود 252,000 مایل از هم فاصله دارن. یعنی تو این فاصله میتونیم همه سیارات منظومه شمسی رو جا بدیم. خب حالا با من همراه شو که راجع به سیارات با هم صحبت کنیم. لکه قرمز بزرگی روی مشتری میبینی تقریبا 2 برابر زمینه و زحل تقریبا 9 برابر زمین پهنا داره. حلقه‌های زحل هم تقریبا عظیم هستند که برخی قطعاتش به بزرگی کوه‌هاست، اما اینها در قبال خورشید ما که چیزی نیست. فقط یادتون باشه این زمین است. این زمین از ماه دیده میشه، این زمین از مریخ دیده میشه و این زمین از پشت حلقه‌های زحل. این هم زمین از سوی نپتون 4 میلیارد مایل اونورتر. 1 میلیارد عدد بزرگیه. 1 میلیون ثانیه تقریبا 11.5 روزه، اما 1 میلیارد ثانیه بیش از 31 سال میشه. یا کمی به عقب برگردیم. خب حالا ببین اینجا رو. اینجا اندازه زمین در مقایسه با خورشیده. وحشتناکه نه؟ و خورشید از سطح مریخ هم همینه. فکرشو میکردی انقدر قشنگ باشه؟ همونطور که کارل ساگان گفت تعداد ستارگان جهان از تمام دانه های شن در تمام سواحل زمین بیشتره و برخی از این ستاره‌ها خیلی بزرگتر از خورشید کوچیک ما هستن. اما خورشیدی که قبلا گفتم خیلی بزرگه. بزرگترین ستاره‌ای که میشناسم حدود 2000 برابر خورشیده که الان میبینیم. اما با این حال در مقابل کهکشان‌ها هیچن. اگه منظومه شمسی رو به اندازه 1/4 کوچک کنیم و کهکشان راه شیری رو همونقدر مقیاس، قطر کهکشان تقریبا به اندازه ایالات متحده میشه. قطر کهکشان راه شیری حدوداً 100,000 سال نوریه. یعنی تقریبا همچین عددی که الان قراره ببینیش. واقعا تعجب برانگیزه، واقعا. و ما تو این عظمت در بخش کوچیکی از کهکشان راه شیری زندگی میکنیم و کهکشان ما در مقایسه با برخی از کهکشان‌ها خیلی کوچیکه. مثلا کهکشان مارپیچی 2 برابر کهکشان ما گسترده است و طولش بیش از 200,000 سال نوریه. حالا بزرگتر فکر کنید. تو همین تصویر کوچیکی که میبینی که توسط تلسکوپ هابل گرفته شده، هزاران کهکشان وجود داره، هر کدوم با میلیون‌ها یا میلیاردها ستاره و سیاره. برخی از این ستاره‌ها بیش از 11 میلیارد سال پیش تشکیل شده و تو وسط این عظمت وجودت خاصه، پس هیچ وقت خودت رو دست کم نگیر. دنیا بزرگه ولی تو میتونی جای خودت رو پیدا کنی و بدرخشی. پس شروع کن. هر لحظه‌ای که زندگی می‌کنی معجزه است، پس با دل و جون زندگی کن. شاید دنیا بزرگ باشه ولی تو قادری جهان خودت رو بسازی تو همین زمین کوچیک که خونه ماست. پس کارهای بزرگ تو انجام بده.